خب من دوست ندارم آدمو دلتنگم بشن، دوست ندارم نگرانم بشن. من ترجیح میدم فراموش بشم. میخوای فراموش بشی؟ میخوای فراموشت کنم؟ نه تو فراموشم نکن، ولی دلم خود هر کاری دوست دارم بکنم بدونی که نگران باشم کسی نگرانمه. خب نمیشه علی جون، چون دنیا اصلا این شکلی نیست، چون آدم هم وابستن و هم مربوطن. من همین وابستگی و مشکل دارم باهاش. من وصال دوست دارم ولی با یه قدم فاصله. خب این چیه دیگه اصلا؟ که اصلا وصال نیست، اصلا رابطه نیست. چرا دیگه؟ اینم یه شکل از رابطه است. چه شکلی از رابطه است؟ و تو نه اصلا بذاری من تو دنیات باشم، نه باید دارم برات تنگ بشه، نه میتونم نزدیکت باشم، نه اصلا من باید چیکار کنم؟ خب بگو نمیخوای منو. چرا؟ من معلومه که تو رو میخوام، ولی یکم دور.